حدود 100 جوان معتاد به مواد مخدر در شفاخانه معتادین ننگرهار تحت تداوی قرار دارند. آنان که در گذشته مواد نشاور استفاده می کردند اکنون ورزش می کنند و به موسیقی گوش می دهند. عزیز احمد جوهر که باشنده ولسوالی علی نگار ولایت لغمان است می گوید حدود 10 سال قبل در ایران معتاد به مواد مخدر و باردوش خانواده و جامعه خود شد. وی می گوید که حدود 3 ماه می شود که در این شفاخانه تحت تداوی قرار دارد و حالا صحت یاب شده است. نو دا مواد موږ په ایران کې شروع کړل. موږ ایران ته زه خپله ځاني ایران ته مسافر شوم، یو څو کاله ایران کې وم. دا ما هملته شروع کړل او بیا هغې ځای نه راغلم او دلته هم د نشهیي موادو باندې اخته وم. بس کور به هم ما سره په عذاب و، کلی به هم په عذاب و، مثال مالت به هم په عذاب و. به اساس معلومات جوهر در این شفاخانه سهولت‌ها برای معتادین فراهم شده و قرار است کارهای حرفوی نیز آغاز شود. محمد سمین استونکزی سرپرست این شفاخانه میگوید همکنون این مرکز دارای 100 بستر بوده و معتادین را از نگاه صحی و روانی تحت تداوی قرار می‌دهد. به اساس معلومات مسئولین شفاخانه 100 بستر معتادین، وضعیت معتادین ثبت شده در این شفاخانه‌ها در مقایسه با گذشته بهتر شده است.